داستان از این قراره. من کارت بکنبایر گوتو نداشتم، همه رو دارم به جزی امیر داره. قراره که تاق بزنیم. من کارتایی که امیر نداشت و اینجا دارم. اینا رو پیدا کردم. قرار بر این شد یه دونه کارت گوت بکنبایر رو با 5 تا از کارت‌های خاصی که من دارم ولی امیر نداره تاق بزنیم. حالا من میچینم اینجا ببینیم امیر کدوما رو انتخاب میکنه. 5 تا دونه میتونی به انتخاب خودت برداری. این مال منه دیگه. آره. بچه‌ها بالاخره کارت 11 گوت من پیدا کردم. 1 تا 11 همه رو داشتم به جز شماره 9. اینم گرفتم. فعلا امضا نویر رو، امضای نیمار رو، امضای زیدان. 2 تا دیگه داره. آره. 2 تا دیگه. این بالاک هم کارتش خیلی خوشگله. بالاک. این بالاکی که انتخاب کرد اصلا ببین بالاکو فقط ببین چیکار میکنه. یه ذره انتخاب سخته بین این بالایی‌ها. هالندم دلبری میکنه. من فیگو رو برم. لوئیس فیگو کارت 5.